یه خیلی خوش اومدید به من، یعنی خود از دوستان تو این ویدیو هم دیگه برای اولین ویدیو لانگ کانال برید بدوارز بازی کنید. دوستان بدون معطلی بزنید سراغ ویدیو خیلی خفن. اما تا آخر ویدیو همراه من باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم بدون لایک کنید، کانال منم دنبال کنید که بزرگترین حمایت میتونه از من باشه. بذار بریم توی ویدیو خیلی خفن. Let's go to the video. وای داداش زنتو نه هیچی. نیستی علی خوب هستی جناب علی، خوب هستی آقای سپر کجا آقا سپر بخشی صدر آقا صدر چرا شما خوب هستی انشالله. میخوام که خوب هستی شما خوب هستی بسم الله. فسراش علی کوشولو علی. خب از اونجایی که من چی کار میکنم؟ خب ما اینجا یه دونه تکمیل کنی بیسه اونو دیفید من میدونی تا اینجا چیز نیست خریدیم بود. من حالم خوش نیست مولا. وای منو نگاه من طرف راش شده من دارم هنوز سکسیتن میزنم. بریم یک اصلا ببین من خودم خدا میدونی. یه سوال درستم یه سری اشتباه دارم راش میدم ولی خب بیچاره گره بدبخت خدا بزن تو کورم. خوب قشنگ زدم یه شیر الان داره دعا میکنه خدا بزن تو کورم. ولی خدا من دوست نداره بزن تو کورم. بزن تو کور تو. خب دوستم داره خدا من. هر اومد بشه زندگی خیلی خوشمزه بود دوست داشتم. خب آقا بریم یعنی که بالاخره دوست شما تمرین و ابتکار من چقدر کوونه بالاخره میگم دیگه شما باید تمرین داشته باشید و به نحوه کوسی عزیز جانم الهی دورت بگردم ببینم الهی دور شما هم بگردم. خوشگل عزیز شما چقدر خوشگلی داشت بخونم بید تک خوشگلی داشت بخونیمت. کجا داشتون کجاست بیالیم اینجا داشت. خوشگلم فیل شدی؟ نیستی ها پیدات نیا منتظر برم آمی رفیق گل خود خدا جایی نمیری تا بزنید که عملی سر میسنی داشت کجایی؟ اگه مردی بیا مردی وایسه میاد من ریدم دوره گوزگوزلی تو روغن همشتر انتظار قشنگ داشت کجای وید شد ایویز بودی کو میبینید زنه البته اینجوری که با چیز من چیز میشد چیز من چیز دلش کن بریم همین بره البته بریم فعلا
این داشتم داره گوت گوت میکنه. بریم بالا سرش. خوب هستی داشت. نوری شما شنیدم نوری شما. درسته درست شنیدم. حرومت بشه این زندگی باز دوبار. آخ بچه یه مارکر تبلیغ باز بچه یه مارکر تبلیغاتی ویدیو اومده شهرنده دیگه. ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم برای ورزش. پول میخوادش محمد بزنش دیگه. داداش این دست منه. خب این دست منه. همین دست تو چو وا قشنگ بود ولی قشنگ دوست داشتم. پین 430 دوست دارم این زندگی و آره آقا بیزیک سرالی. خب ببین من بهتون بگم اون که پینگ من واقعا 18 استش پینگ 38 آجی 41 39 داشتش گم ویشلی خواستی داشت خلی دیسی یه چیزی بود آقا. یه تبریک میدم دیدیمش و فیکش بوده ولی خوب میو خب آقا این دفعه دیگه میخوایم آدم باشیم. داشت راش میده ما اصلا نگران نمی باشیم. ما اصلا نگران خوب هستی شما. من شنیدم شما حامله. نه دوستان میام تمرین داشته باشید. تمرین خیلی چیز خوبیه. داشون کجاه کمبا شدی بسوز تخت دوستان میگم دیگه بالاخره تمرین حرف اول میزنه و آره چرا من دارم انقدر تمرین تاکید پیوا. داداش شما اینجا چی میگی عزیز؟ سرالی سیب نمیخوردی زده بودمت حروم. نزنی به دوالا خوشگله پیسر. خوبی داشتم رد داره میاد بالا سرت. ببین داشتم رد داره میاد. خب ستود یا تو اون با منو برم شاب با اینو باش کن داری میره بره. شما اصلا بهش کاری نداری. تاکسیک بله ایداد دوست عزیز. تاکسیک بره منو میخوای بزنی ها. آره خوشحالم ما همه اینا رو میگیریم برای این شما چه کیلی زد عزیز براش. وید شد. یه سوال اصلا این داشت گاد بیریج بیزده. سوال واسه این مریضیسه داشت با آیرون هم نمیتونی برام هرچند میتونه رد در بدم بزنه ولی من اصلا به چیزم هم نیست. دوستان همیشه اینو یادتون باشه هیچ وقت به چیزتون چیز نگیرید. سوسما خب آره هیچ وقت به چیزتون چیز نگیرید. نگه به چیزتون چیز بگیرید به چیزتون چیز. خب آره آقا تاکسیک پلیر بودیم دیگه. البته ما نبودیم دیگه. خب
رد دوستت دارم. هنوز راش نمیدی سکله فدات پیده راش بیده بولو فکر ما میترسی داداش ما میترسی لطفا نیا من که بهت دارم تاق ما که بهت داریش منو خواهد چی بترسونی ها منو خواهد چی بترسونی بودی میخوای منو از هر کی دوست داری منو بترسون من اصلا بلد نیستم بازی بکن آها بسم الله الرحمن الرحیم بلو مثل اینکه اومده دایموندا رو قورت داده رفته واسه یه کلاچ خون بزن یه کلاچ کنیم هرچند اینجا کلاچ نمیشه آخه خب آقا اینجا رو میریم بالا آها داشتم میگفتم اینجا رو میری بالا تخت میای پایین یه دونه میزنی تو کمر داداش بعد میبینی هنوز داره میاد دوباره میزنی تو کمرش یه خب چرا این انقدر دراز بابا یه دوتا تیم مونده که دوست دارم یه لفه هم مونده یعنی میشه مچ رو وین کنیم دوستان تاخت خدافی قشنگ بود نه خدایی قشنگ بود یا نه آقا به تو کامنت ها بنویسید قشنگ بود یا نه اگه آره اگه قشنگ بود تو کامنت ها بنویسید محمد چلاق بدید چلاق بودم یه دو مچ اول من البته همیشه بهتون گفتم تمرین بهترین چیزه هرچند برای پرو بازم بهترین تمرین بهترین چیزه و اینکه مثلا من نه تمرین نکرده بودم میومدم یه دفعه ویدیو گرفتم نمیشه خب ببین این نمیشه وقتی نشه نمیشه و اینکه یه زیادی چرت و پرت نگیم و ویدیو رو به پایان برسونیم بچه‌ها ویدیو خوشتون اومد باشه لایک و کامنت اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت برای من بذارید کانالم اگه دوست داشتید ساب کنید که بزرگترین حمایت از منه بچه اول ویدیو کانالمون بود و اینکه آره اگه تو ویدیو بعدی هم حتما سپرلی تو ویدیو بعدی هم حتما از این کوزینتیکو قشنگی مثل از این کیکو خوشگل یا سر این ویدیوی که باشمون داره براتون میذاره مخصوص کسایی که سیر پک دارن و کسایی که سیر کلید دارن 100% براتون میذارن فیلا خدافیز